مسیر زندگیم تنها تویی، هم سفرم دست تو آرام بشه قلب من عزیز من، تو مسیر سختی و تویی هم مسیر من. تو فرشته زمینی، تو برام بهترینی، تو یه نعمت الهی، یه قطره از خدایی، وقتی اشکات میریزه من میخوام که بمیرم، آخه مگه میتونم چشاتو گریون ببینم. بخواهم آسمان ماند برایت، زمانی گلفشان ماند برایت، بخواهم از همه پیر و جوانها فقط رنگین کمان ماند برایت. السلام علیکم مخلصان عزیز بیننده های ما، امروز ما در دهه آهلی برای تبریک کردن جشن زادروزی لاله بانو حاضر هستیم. از نام پدر مادرشان امروز دخترک نازنین را در خاندان بختش تبریک میگوییم. همراه شما به هم میبینیم. با ما باشید، با شبکه شهنان رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، پدران مادران مهربان، مهمانان این خانواده یکی از آن شخصیت‌های دهه آهلی گویم خطا نمی‌کنیم. مهمانان خانواده شهریارآمد، همه شمایان رو به امروزه زادروزی هم دختر گویم هم عروس نازنین این خاندان گویم خطا نمی‌شود. به روز زادروزی خواهر عزیز ما لاله بانو خوش آمدیدتان میگوییم. اگر بملال باشه مگر برای ما لازم هستند لاله بانو همراهی میرندشاه، شهریارکه، حبیبایتی، مرحمت، سهرابکه، شایدایتی شمایان را به صحنه تکلیف میکنیم. نیت‌های نغز و نیک را برای شمایان رسانیم. مرحمت. میرندشاه کنیم، میرندشاه همینجا می؟ شهریارکه، مرحمت، سهرابکه، شایدایتی، مرحمت نزدیکتر میستیم. مرحمت. السلام علیکم. شهریارآمد نظم شما از این طرف استید. شهریارآمد من صاحبی 4 پسر، من 2 دختر در خاندانشان در خدمت هستند. امروز دخترک گویم خطا نمیکنیم. عروس نازنین خاندانتان جشن زادروز دارند. لاله بانو زادروز مبارک. الهی همراهی دامادی عزیز عمری دراز نصیب کند، سیر فرزند شده در وقتی پدر مادر همیشه صحت سلامت باشد. خدا کند که همین سال تا سال نو در این خاندان آوازی زنگوله گوهره براید، آوازی طفلکان نازنینتان میرندشاه هر صبحی سحر شمایان را از آن خوابی ناز بیدار کردن نصیب کند. خدا کند که امروزه من پدر مادران همین سال بابا جان و آنا جان شوانان در روزهای خرسندی آن را تبریک کردن نصیب کند. امروز لاله بانو شما را از نام پدرتان سهرابکه، از نام مادرتان شایدایتی، از نام بابا جان ها، آنا جان ها، از نام حاجی بابا سفربای بابا، از نام حاجیانه گلسرانه، از نام فردوس بابا شای ینگملا صدقاً صمیمانه تبریک میگوییم. گفتند نبیره اولین ما، دخترک نازنین ما با یک عشق و محبت و حیات اولین و حیاتی پر از عشق و حیاتی پر از بخت قدم ماند. خدا کند که در آن خاندان زیبا همیشه خوشبخت و سعادتمند شده گردد. در آن خاندان همچون دختر قدم مانده باشد، با شکوه و شهامت باشد، همیشه نامبرداری پدر و مادر باشد. ما خوشبخت هستیم که با چنین عائله رشته خداگری را پیوست کردیم. ما خرسند هستیم. ما را از این هم خرسند کردن همین روزها ماهای نزدیک و ما را با نبیره و عبیره های شیرین خرسند کنند. اگر ما از این هم خرسندتر می شویم. امروز لاله بانو پدر مادر میگویند دخترم قدر همین عشق بدان، دخترم قدر همین عشق بدان، شوهرت را دوست دار از دل و جان. دخترم در راه طولانی عمر قدم از قدمش دور نما. دخترم شوهرت آینه ای توست، نصرت و گرمی و کاشانه ای توست، و غم و شادی و بربیش و کمد همراه و همدم و همخانه ای توست. دخترم گیر دعا از مادر، گوش کن حرفی سزاواری پدر. دخترم گیر دعا که دعا به هر دور و گوهر. لاله بانو
قدر همین عشق را دانید. پدر مادر صحت سلامت هستند. من امروز در سر دو پدر و دو مادر، چنین شوهر که شمایان یک مهر و محبت زیاد دارید. بگذار همیشه صاحب فرزندهای صالح و صالحه شده، در آینده با کارهایتان موفقیت، یک عائله نمونوی ترین را مانند شهریارکه، مانند سهرابکه، یک عائله نمونوی ترین را برپا کنید و فخر همین اهالی که عزیز باشید. امروز برای شما در روز خرسندی و سعادتمندی، البته چخلی که میرالشاه تا همین دم توی با یک عاشقی، با یک شعرهای عاشقانه گلدسته های زیبا را تحفه کرده بودند. امروز از نام پدر مادرتان برای شما یک گلدسته زیبا تیار کردیم. مادر جان عزیز خودتان میسپاره. مرحمت. مهمانان یک قرصه که بلند زنه مگر برای گلروسی نازنین گلدسته زیبا را تقدیم می‌سازیم. مبارک باشد. البته برای عروسی نازنین امشب دستمانه طلا از نام پدرشان برای امروز دخترک نازنین. مبارک باشد. قبول کنید. زادروز مبارک. البته شهریارکه امروز روز خرسندی را در خاندان مبارکباد میگوییم. خدا کند که سان نبیره ها چنان زیاد شود که از خاطر برآید نامهایشان. انمی خاندان با آواز زنگوله گوهره برآید. هر پگاه ساعت 3 سربه در دروازه تک تک بابا جان ما آمدیم در اطرافتان پروانه شوند. روزهای خرسندی مبارک. حاضر یک تک شرکت مهمانا با خوش آمدید گوییم. عروس نازنین را تبریک گوییم. مرحمت. استه السلام علیکم همه مهمانان عزیز، خوش آمدید در این درگاه ما. از این فرصت من استفاده برده این کلمه دخترمونه لاله با روزی تولدش تبریک بکنیم. به اینا عمر دراز، رزق فراز، الهی همه وقت خداشون از خداشون زیاد شده روند. همه حوله من پوری فرزند و نبیره عبارت کنن. با همین نیت حساب دختر گفته قبول کردیم. ساق باشن، سلامت باشن. من خرسند هستم که دو دختر دارم، دو دختر آوردیم. من اینا به یکدیگریش تصور کرده نمیدونم. لاله به فرسیما به لاله برای من نیستم. من همین سر در همین خانه که قدم ماندم من گفته کینو برد. هیچ وقت لاله نغزو فرسیما گندنه یا فرسیما نغزو لاله گندنه. جویشم برای من دختر اینای نغزو گندگیشون از آنی من اینای صاحب باشن، سلامت باشن، خوشه پیر شون، همینا سیر بچه سیرچخه شون. همین حولی من فقط همین خیلی در سخانه پرناز و پرنعمت من آراتیم و همین دوستای من آمده خورده خرسندی کرده با رقص و خرسندی با سخنهای خودشون تبریک کرده روند. برای اول خوش آمده نوری دیده تاج سر هم و تو درگاه ما ساق باشه همون هزار رحمت. تشکر میگیم. مبارک باشد. البته گلدسته زیبا را تقدیم می‌سازم برای دخترکان نازنینشان. مرحمت. مبارک باشد. مادر جان عزیز، حبیبای که امروز روز خرسندی مبارک، روز سعادتمندی را مبارک باد می‌گوییم. برای شما 4 پسر 4 پهلوان دارید. فرزند پسر برای مادر مهربانند، دختران باشند برای پدران. شما 4 مهربان دارید که در اطرافتان پروانه هستند. خدا کند که همیشه حضور و حلاوت فرزندان را دیده گردید. امروز روز خرسندی مبارک باشد. حاضران 2 دختران همیشه در خدمت شما باشند. بیملو جان چای کبود می چای سیاه میگفته پشکی خاندان از آن شما باشد. مرحمت. یک تا از این طرف ایستاده برای دختران نیت‌های نغز نکرا شنویم. مرحمت. السلام علیکم همتون بخش آمده نوری دیده توجی سر. من میخوام که همه فرزندای من همه خوشبخت شوم. در دلشون چی آرزوی امیدهایی دارم همش امور کوچو برسن. همینا خرسند باشم با اونم خرسند. الهی اخدکشون زیاد شوم، دخلی شوم. در همه خوشی های زندگی در همین تمنا داریم. در دلشون چی آرزوهایی دارم همش برسن. ما همه سرکشون به ساق باشیم و
خداوندا وایسادم رحمت هزار رحمت تشکر میگویم مبارک باشد. البته این لحظه میخواستیم آنا جان و بابا جان ها را تکلیف کنیم به صحنه. مرحمت حاجی بابا حاجیانه شما را به صحنه تکلیف میکنیم. سفربای بابا همراهی حاجیانه، فردوس آقا همراهی ینگاپاشی هم شما را تکلیف میکنیم و البته مایسا گلخولا به ملال باشیم اگر تکلیف کنیم یک جای شیرینی را همراهی اولین نبیره عروسی شیرینی را برن از آن تناول کنند. مرحمت مرحمت سلام نزدیکتر بیایم. حاجی بابا مرحمت، فردوس آقا مرحمت. مرحمت تا را به نزدیم رضا مهمانان نزدیکتر میبیاریم. یک جای شیرینی را میبریم. مایسا گلان مرحمت، آنا جانی عزیز مایسا گلان مرحمت. آنا جان ها نزدیکتر میستیم. السلام علیکم. امروز جشن زادروزی نبیره مبارک باشد. خدا کند که همیشه یک گوهرهای کلان نگرفته همه خاندان و مهمان شدن نصیب کنند. گوهر بندانهای کلان شود. مرحمت نزدیکتر میستیم. مرحبا همه با یک جای شیرینی را میبریم از آن تناول میکنیم. مرحبا مبارک باشد. مرحبا حاجیانا نزدیکتر میستیم. ینگاملا نزدیکتر میستیم به نزد نبیره. همراهی مادران یک جای شیرینی را برن بگذار آن امروز عروسی نازنین هم مادر شود آنده شود. مبارک باشد. زادروز مبارک. Спасибо вам, я вас люблю. Стрелки крутятся все быстрее, стали звезды на год взрослей. Лист сорвался с календаря, но не стоит грустить зря. مبارک باشد. برای پدران عزیز روز خورسندی را مبارکباد میگویم. مبارک باشد. امروز روز خورسندی مبارک. حاجیانه ینگاملا یک تا نزدیکتر استیم تا آمدن باشد اگر مایسا گلانه. من همه فرزندای خدا دادگی خورسند. چون گفتم با که
فرزندای نیک دادای بیاشون با رحمت هم یکاشون ساق باشن کشا پیر شدن رحمت سلامت باشن مرحمت حاج جان از این طرف نزدیکتر استیم یک نملا مرحمت شما نزدیکتر استیم بسم الله الرحمن الرحیم خداوند دید که همین کشا پیر شوند پیر و بدولت شوند وقت و دولت یار شوند سر بچه سر چقه شوند خدمتگار شوند پربردار شوند اخداشون زیاد شوند هم یک کدوم کشا آمده نوری دیده توجی سر سلام علیکم مهمانای عزیز خوش اومده با درگاه این شهریار رو کن اجازه دهید این نیوریک ما زاد روزش که تبریک کنم اولایم کشا پیر شوه خوجای مشکتی عمری دراز بینه پدراز مادراز اونمولا هم من قیم بینوی حضرت و عزت کنم خدمتکار شوه این صادقاتی اولایم باره بندونا به خدا لایق بینه خوش آمده نوری دیده تاجی سر گفته خورده شینه رحمت به دقتون هزار رحمت تشکر حاجی بابا امروزه زادروزی نبیره شیرین را مبارکباد میگوییم اولین نبیره و نه خدا خواهد اگر همین سال اولین نبیره هم دنیا ما بیاید در روزهای خرسندیش آمده شما را تبریک کردن گیریم یک تا شرکت دعا کنید مرحمت و یک بار دیگه لاولای بیرون شکتی تبریک مبارک بردم دینو پیر و بدولت شان سر بچه سر چقه شوم چی نیتا شده ورزو شده عمل ایرا شده مادر مادره دیگری حرمت کنن عزت کنن شهریار که تلنم چی نیتا شده نیتا شما رسن ربنا اتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین چی نیتا کنن هزار رحمت تشکر البته شهریار اکا حبیب آیتی با راهبری امروزه صاحبی خاندان همه مهمانان را میخواستیم به رقص و بازی تکلیف کنیم و باشد این لحظه های زیبا را سوی زربارخان تاریخ مهر میسازیم البته صورت های شوخ و رقصی را میمانیم در خدمت ما مانند عثمان ویدیو هر یک لحظه های ما را به نوار گرفته ایستادند مرحمت صورت های شوخ و رقصی برای شمایان برقصیم خرسندی میکنیم زاد روز مبارک باشد دوام بپیشم
sevgin yoki xasta Gullar bukildi bu kabuta yoki pari oyisi dilbar buncha chiroyli bu kabuta yoki pari oyisi dilbar buncha chiroyli Bir qarashibdin baqalar ommani bu go'zalni borligani sevgani Bir qarashibdin baqalar ommani shu go'zalni borligani sevgani o'zi shirin so'zi shirin shu qizni o'zim bo'lay bir umrga sevgani o'zi shirin so'zi shirin shu qizni o'zim bo'lay bir umrga sevgani yo'q bu kabuta yoki pari oyisi dilbar buncha chiroyli yo'q bu kabuta yoki pari oyisi dilbar buncha chiroyli yo'q bu kabuta yoki pari oyisi dilbar buncha chiroyli yo'q bu kabuta yoki pari oyisi dilbar buncha chiroyli Basti, tomorrow hasti, basti, dilam şikasti, şikasti, dilam şikasti. Basti, dilam basti, rafti, çarasti, inci khala, basti, aşkasti. Basti, tomorrow hasti, basti, dilam şikasti, şikasti. Noskun.
بیابم تو را یکی بخوابم ببینم تو را شاید یه روز بیابم تو را یکی بخوابم ببینم تو را هنوز اول عشق سفر دنبال ندارم تو را ناری برفتم دل از من دل دارم هنوز اول عشق سفر دنبال ندارم تو را ناری برفتم دل از من دل دارم خدا روز شبیانم تو را ببینم دوباره تو را ببینم دوباره خدا روز شبیانم تو را ببینم دوباره تو را ببینم دوباره استقامی سفر سودو بشه با هم بخوانم که داره دیدی تو میشینم و به دل تبیچینم و به دل تبیچینم که داره دیدی تو میشینم و به دل تبیچینم و به دل تبیچینم که داره دیدی تو میشینم و به دل تبیچینم و به دل من بیننده های عزیز، تماشابینان، مخلصان ما امروزه بزم زیبا جشن زادروزی لاله بانو را همراهی شمایان به هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنان. هر بار میگوییم با ما باشید که ما این خیلی لحظه های خرسندی را، این خیلی لحظه های شادباش را همراهی شمایان به هم میبینیم. امروزه بزم ما دوام دارد. کاری ما باشد با آخر رسید. البته خود را احتیاط کنید.